سلام خدمت شما همراهان گرامی. میخوام بهتون آموزش بدم چجوری حاشیه رو روی لباس قرار بدین. هر نوع حاشیه‌ای میتونه باشه. برای من حاشیه سوزندوزی و آینه کاریه. طریقه دوختنش به این صورتی که شما پایین لباس رو باید دوخته باشین. کلا لباس باید تموم شده باشه. دوخته لباس باید تموم شده باشه، اتوش هم تموم شده باشه. برای دوختن من از این قسمت پایین لباس حاشیه رو قرار میدم. اگه بخوام حاشیه بره لای درز یه ضخامت میگیره، چون خود این درز دو طرف پارچه داره، وسطش هم اضافه دوخت. اینم بخوایم بدیم خیلی دیگه پهن میشه درز جلوی لباس. به همین خاطر من روی کار انجام میدم. به اندازه نیم سانت حاشیه رو تا میدم و روی این قسمت قرار میدم. از این طرف شروع میکنم به دوخت. برای دوختنم سعی کنین کوک چرخ رو 1 درجه درشتر کنین. تو زاویه سوزن داخل پارچه پایه رو بلند میکنیم و پارچه رو دور میدیم، لباس رو دور میدیم به این صورت. حالا دوخت رو دوباره ادامه میدیم. لب به لب لباس و حاشیه رو روی هم میذاریم و از اینجا یه دوخت نیش میریم با کوک 1 درجه درشتر. این لباس یک رودوزی ساده نیست که ما حاشیه رو بذاریم روی لباس بدوزیم. این لباس من یقه گرده و بخوایم این حاشیه رو روی یقه گرد بدوزیم نکته هایی داره، نکته های طلایی داره که الان میخوام بهتون بگم. وقتی که به اینجا رسیدیم که الان این خط جلوی لباس بود، اینم که یقه گردمونه. وقتی که به سر این زاویه رسیدیم دوباره سوزن داخل پارچه و پایه رو بلند میکنیم. برای دوختن این حاشیه که یک کمم ایستایی داره به این یقه گرد به چه صورته؟ شما میتونیم که یک راه روی حاشیه بریم و حالت خورده آستین بگیریم بکشین یکم چین بخوره، ولی من ترجیح میدم توی خود دوخت انجام بدم. الان که دارم حاشیه رو به یقه گرد میریزم، چون این انحنا داره و حاشیه صافه، من موقع دوختن یکم حاشیه رو خرد میدم، یکم ها، نه که چین بخوره، اینجوری چین بخوره، نه، یکم حین دوخت میام حاشیه رو یکم خوردش میدم. همینطور که میبینیم من الان دارم با انگشتام حاشیه رو یکم به طرف جلو هل میدم که یکم موجدار وایسه و خورده خیلی ضعیفی بخوره. نیم سانت مونده به آخر کار دوخت رو تموم میکنیم. ببینید خودتون الان حالتش رو احساس میکنین. من با یک روش خیلی حرفه‌ای اینو خوردش دادم که حاشیه‌ای که حالتی صاف داشت و ایستایی داشت به حالت یقه گردم در بیاد. در ادامه میام از این پایین لباس شروع میکنم و این طرف حاشیه رو میدوزم. اینو دوخت نیش میرم. من این طرف دیگه حاشیه‌ام تا 4-5 سانت مونده به این زاویه دوختم و این قسمت هم که یقه گرده. شما میتونین اینو ثابت کنین، یقه گرد رو ببینید اینجوری اینو میخوابونین و سوزن تگر میزنین، اینم مشخصه. وقتی که فرض میکنیم الان این طرف دوخته شده باشه، این طرف هم که بدوزیم ببینید توی این زاویه به اندازه 1 سانت 1 سانت و نیم، ببینید این اضافه است دیگه، قرار این به این صورت دوخته بشه. پس این مقدار از حاشیه اضافه است به اندازه 1 سانت تا 1 سانت و نیم. حالا چه کاری انجام میدیم؟ با خاطر اینکه این اضافات رو جوری در بیاریم که حاشیه‌مون هم به هم نخوره. من دوخت رو اینجا تموم میکنم. میام از این قسمت زاویه که اینجا یقه گرده، اینجا هم خط CF یا جلوی لباسه، میام این قسمت رو برمیگردونم به طرف چپ و اینجا رو به صورت 1 سانت یا 1 سانت و نیم اوریب، ببینید اینجوری، اینو اوریب من میام یه دوخت میرم که به اینجا صفر بشه. اینجا 1 سانت یا 1 سانت و نیم بستگی به لباس شما داره، اینجا هم صفر میکنم.
این دوخت رو که انجام دادم، حالا حاشیه رو برمیگردونم. دیدین چقدر قشنگ من این اضافات رو گرفتم و این که یقه گرد اینم جلوست دیگه، اینجا اضافی نداریم از حاشیه. حالا باید ما اینو برگردیم از داخل و اضافه‌اشو قیچی کنیم، یعنی این قرار نیست اینجوری باشه چون ضخیم میشه، اضافاتشو قیچی میکنیم. به اندازه نیم سانت اضافه دوخت بمونه کافیه. اینو برمیگردونیم و دوباره میایم از ادامه دوختمون شروع میکنیم. دوباره که به زاویه رسیدیم سیزن داخل لباس، پایه رو بلند میکنیم و دور میدیم. اینجا دوخت حاشیه رو باید یکم بیشتر وقت بذاریم چون این قسمت انحنا داره. عجله نکنیم که بتونیم یه دوخت تمیز زد بریم. اینجا باید دقت کنیم که نه حاشیه چین بخوره نه لباس. تا نیم سانت 1 سانت مونده به آخر یه دوخت رو تمومش کنیم. بعد میایم از اینجا برش میزنیم و 1 نیم سانتی برای اضافه دوخت نگه میداریم. این نیم سانت اضافه رو تا میدیم به زیر که لبه حاشیه‌مون تمیزدوزی بشه. این قسمت حاشیه هم دوخت میریم و این نیم سانتی هم که اینجا مونده بود خب میتونیم مشاهده کنین هنوز اتو نخورده کارمون. میتونیم ببینیم که حاشیه رو چقدر قشنگ ما به یقه گرد دوختیم. اگه یقه لباستون یقه 7 باشه که مشکلی ندارین دیگه میدوزین. این یقه گرده که شما رو ممکنه یکم توی دوخت اذیت کنه و براتون سخت باشه، ولی اگه این آموزش رو ببینین مسلما راحت میتونه بریزین.